السلام علیکم بینندگان عزیز، شروع میکنیم به هزلهای کوتاه و با مضمون، شاید بی مضمون. خلاص رفتیم. مادر این رو میخواهم، مادر آن رو میخواهم، مادر اینجا بیا، مادر آنجا رو، مادر سیر و گشت، مادر بازی کردن، خوردن، خواب رفتن. چه خیلی خوب که من مادر نیستم. فکر میکرد پدر در دیوان دراز کشیده. من 4 پسر دارم، مهندس، عالم، فیلسوف و دزد. پس برای چی تو دزدش رو از خانه پیش نمیکنی؟ نمیتوانم، آخر او یگانه نفری است که پول کار میکند، باقی مانده هایش بیکارند. آیفون 7 که من از مغازه خیتوی خریده بودم تا 103% قوت گرفته، بعد با لوگوتیپ سامسونگ از نو گران شد. دانشجو، خواب کنم یا درس روم؟ درس روم یا خواب کنم؟ دانستم، درس رفته خواب میکنم. معلم وقت امتحان به دانشجویی که پسندش نبود سوال میدهد: اهالی تاجیکستان چقدر است؟ دانشجو: 9 میلیون. معلم: نامبر کنید. انسان هایی که میگویند بهترین صدا این خنده کودک است. شما عموما شنیدید که چگونه بانکمت پول را حساب میکند؟ از زندگی خود شکایت کردن بس است. عموما بعضا انسان ها حالا با سابق شوهران شما یا با سابق زن شما زندگی میکنند. الو السلام علیکم، با شما از پروکراتور زنگ میزنند. من پی بردم. چه خیل؟ شما به تلفن موبیلی زنگ میزنید که در آن نه سیم کارت هست و نه بطریه. دختر میگوید که امروز با من یک بار 3 چیزهای بد رخ داد. جوان دوست داشته هم به من خیانت کرد، او در زیر ماشین ماند، مرا از شهادت نامه رانندگی محروم کردند. عزیزم، وقتی که ما ازدواج میکنیم ما 3 تا فرزنددار میشویم. تو از کجا میدونی؟ آخر آنها حاضر در خانه مادرم زندگی میکنند. معلم در روزنامه نوشت: پسر شما هیچ چیز را نمیداند. پدر باشد در جواب می نویسد: برای همین هم من او را به مکتب میفرستم. امروز در کراوکی سراییدم. کدام مردی اومده 300 سومونی داد و شرط ماند که دیگر من خاموش شوم. اکنون من فهمیدم که با سرایندگی پول کار کردن میتوانم. آره. گفتن که 2 متر مسافه را از هم نگاه داریم. وسیعی کتی خوبی ما یعنی دیوانی ما باشد 1 متر و 80 سانتی متر است. زنم در زمین خواب کردن را رد میکند. من چیکار باید کنم؟ دختر میگوید: بعضا به گرد و اطراف نظر کرده بسیار غمگین میشوم که آرزوی کودکی‌مان عملی نشده است. دختری دیگر باشد در جواب میدونه چی میگه: اگر آرزوهای کودکی من عملی میگردید، من حالا فروشنده یخماس شده کار میکردم، با ویلیک میگشتم، همه گربه ها، سگان، بینوایان را به خانه می آوردم و چشمانم را مانند دوگانه مادرم با رنگ کبود آرام میدادم. اگر کسی بسیار میخواهد که جدا شود، مصلحت پرقیمتی بیبیم را برای شما میرسانم. همدیگرتان را دوست دارید و طاقت کنید. 2 تا نفقه از 1 تایش بهتر است. اشورالی سلام، تو خبر داری که زنی تو را پگاهی روزی به تولد خانه بردن؟ با او چی شده است که؟ نمیدونم. یک مرد به دختر میگوید: دخترک، وقتی که من تبسمتان را میبینم همانو میخواهم که شما را به نزدم دعوت کنم. آن دختری بیچاره که یگان مرد به او توجه نمیکرد خرسندانه به مرد گفته است که اوه شما مردی حقیقی بودید. مرد در جواب: من دختری دندان هستم. زن میگیرم اجداد دو اجداد دو. با میگن فقط بچه ها از درس میگریزند. سال 2025 مادر
падари ман ки аст? Намедонам духтарам. ӯ дар рӯяш маска дошт. бешар худатон хонед. сахтар тела кун, дер кардем, ҳама моро ждат дорад. худо аз ин хелҳояш нигаҳ дорад. аз бекорӣ ароба фасон кунӣ. ба иҷора гирифтам. ба фикрам фақат донишҷӯ инро мегӯяд. чокарди ҷони ман, ранги гӯшт бирён камнамо шудаӣ. интихоб кунед, ё мемуред ё мебусед. шумо кадомашро мекардед? дар комментария лутфан нависед фикрҳоятонро. бинандаи азиз, шумо ҳам метавонед ҳамин гуна расмҳоро ба мо фиристед ва барои дастгирӣ метавонед ки дар шарҳ фикрҳоятонро нависед ки ҳамин гуна видеоҳо барои шумо писанд ҳаст, писанд нест. метавонед ки албатта андешаатонро баён кунед. бинандаи азиз, то боздид, пагоҳ боз вомехӯрем.